خب مرسیم به سوال 9 نرمش جدول. این رو میتونین به چشم یه مینی پروژه بهش نگاه بکنین. واقعا سوال اونقدر سخت نیستش، خیلی الگوریتم خاصی نداره، یه کوچولو تمرکز میخواد اینکه بتونین یه کد بلندی بنویسین، این رو هی دیباگش بکنین، ایراداشو در بیارین. بیشتر اینجوری میخواد شما رو بسنجه تا حالا واقعا پیاده سازی یه روشی. چی میگه؟ میگه جدول n در n به شما داده میشه و سطرهای این جدول از بالا به پایین با 1 تا n شماره گذاری شده، ستوناش هم از چپ به راست با 1 تا n، ستونها از 1 تا n از چپ به راست، یعنی عین یه ماتریس دیگه. ما ماتریس هم که داشتیم میایم مثلا عدد دهی میکنیم اینجوری، مثلا یه ماتریسی داریم اینجا، میگیم این سطر 1، این 2، این 3، این ستون 1، ستون 2، همینجوری میریم جلو. اینجوری میاد شماره گذاری میکنه سطرها و ستونها رو، بعد میاد 3 تا عملیات برامون تعریف میکنه. میگه که یه عملیاتمون چرخوندن جدول به اندازه 90 درجه در جهت عقربه های ساعته. خب پس یعنی یه تابع میتونید بنویسید که مثلا این آرای دو بعدیه رو بگیره، این ماتریسه رو بگیره، 90 درجه بچرخونش. چه شکلیه؟ بیاین یه کوچولو به پیاده سازیش فکر بکنیم. فرض بکنین که داریم 1 2 3 4 5 6، کاش 2 در 2 میگفتم کوچولوتر. خب وقتی این قراره 90 درجه ساعت گرد به چرخه، یعنی این قراره بشه چی؟ این سطرش میشه این ستونش میشه 1 2 3، سطر بعدی میشه ستون بعدی میشه 4 5 6، سطر بعدی میشه 7 8 9 میشه ستون اول. یعنی سطر آی اگه از 1 داریم شماره گذاری میکنیم، از 1 شماره گذاری بکنیم، از 0 به نظرم راحت تره. سطر 0 میشه ستون 2. میشه واقعا میشه با 1 هم رفت. بیایم با 1 بریم که حالا با صورت مسئله خیلی اشتباه نشه. سطر 1 میشه ستون 3، سطر 2 میشه ستون 2، سطر ارزم به حضور شما که 3 میشه ستون 1. جمع این سطر و ستون های متناظر همیشه 4. پس اگر n در n باشه، سطر آی اوم میره میشینه در ستون n به اضافه 1 منهای آی. تو این مسئله ما n 3 بود، این میشه 4. اگر یه سطر 1 باشه، ستون متناظرش میشه 3، جمعشون میشه 4، جمعشون میشه n به اضافه 1. خب این از عمل اول و راهنماییش. عمل دوم چیه؟ قرینه کردن نسبت به خط افقی وسط جدول. این بسته به اینکه n زوجه یا فرده، دو تا حالت میشه دیگه. اگه n فرد باشه، این خط افقی که ما میکشیم، مثلا سطر اول میره جای سطر انوم، البته سطر اول بالا، سطر 1 میاد جای سطر n، ولی سطر وسطمون ثابت میمونه. اگه مثلا n 5 باشه، سطر سوم سر جاش میمونه. اگه n زوج باشه، 1 میاد با 4 عوض میشه، مثلا فرض بکن 4 باشه، 2 هم با 3، هیچ سطری ثابت نمیمونه. واسه ارزم حضور شما که خط عمودی هم همینه دیگه، باز یعنی این رو باید بهش دقت بکنید. و در نهایت شما ورودی رو میخونید، یه عدد کیو هم میخونید که کیو فکر میکنم تست کیس هست. ببینیم یعنی کوئریاست در اصل. یه عدد n میاد که ابعاد نه اشتباه گفتم، ابعاد رو به شما میده. یه رشته ورودی شامل n کاراکتر که این جدولتون باشه، سپس در خط بعدی که عدد کیو میاد. کوئری ها رو بعد اینکه جدول رو بهتون داد، یعنی اول n رو میده، بعد یه ماتریس n در n بهتون میده، مثلا اینجا باز n رو داده، یه ماتریس n در n داده، بعد q رو میده، تعداد کوئری هایی که ازتون میخواد. کوئری ها به چه فرمن؟ یا v هستش، یا عدد 90 یا h. یه سی این میتونید بکنین دیگه، یه سویچ کیس مثلا بنویسید روش که ببینید چیه. سویچ اگه نشد ایف بنویسید و اینجوری برین جلو و مسئله رو حل بکنید. این از راه حل تئوریش، یعنی کمک من اینه. حالا اگر که مثلا نتونستین پیاده سازی بکنین، یا به خصوص حالا مثلا توی اون عمل اول اگر ایدهش به ذهنتون نرسید، الان میتونید خب با این ایده روش فکر بکنید. من چون کدش کمی طولانیه، نمیخوام کدش رو بنویسم براتون، کدم رو میارم و ببینید. و چون توی کدم از ساختار وکتور استفاده کردم، دوست دارم که سعی بکنید این سوال رو با وکتور پیاده سازی بکنید، که حالا ساختار وکتور رو هم ببینید. توی دایتل خوندید، میتونید سرچ هم بکنید. من دوست دارم ساختار وکتور رو ببینید. این روتیت کردنه، ببینید دقیقاً کار دو تا فوره. یه فور روی یه سطر حرکت میکنه، یه فور دیگه روی یه ستون حرکت میکنه، که بتونه این کاره رو، این
چیزی که گفتیم، قلمم نزدیک بود بیفته، این کار رو که یه سطر اینجوری داریم اینو بیاد بکنه یه ستون انجام بده، یه فور این رو حرکت میکنه، یه فور این رو کاره رو در میاره. تابه های بعدی چی هن که میخوایم پیاده سازی بکنیم؟ یه ریفلکت هوریزونتال داریم، وسط جدول رو میایم پیدا میکنیم و سواپ میکنیم دیگه. از ساختار سواپ سی پلاس پلاس مثلا من استفاده کردم به عنوان ساختاری که ببینید. فکر میکنم قدیم در مورد سواپ کردن حرف زدم. به صورت دیفالت چیزی که ما تو ذهنمونه اینه که با سه تا متغیر این کارو انجام میدیم دیگه. فرض کن جای A و B رو من میخوام عوض بکنم، میگم یه C دارم، فرض بکنیم که اینا دو تا ظرف آبن، یه ظرف خالی C دارم. خب مقدار آب A رو میریزم توی C، A خالی میشه، مثلا چه میدونم یه دونه صفر بذارم پایینش یعنی خالی شده. بعد این A تا توش آبه، بعد مقدار این B رو میریزم این تو، بعد مقدار آب اینو میریزم. این میزان آبهاشون قاطی نمیشه و این جابجایی انجام میشه. این روش کلاسیکیه که ما بلدیم. توی سی پلاس پلاس میتونید از دستور سواپ استفاده بکنید که به کوچولو هم سریعتر احتمالا هم راحت تره دیگه، این دوتا رو جاشون عوض میکنه. ورتیکالی هم همینه دیگه، فقط توی هوریزونتالی شما دارید بر حسب خط افقی این کار رو انجام میدید، اون یکی عمودیه. اینت مینتون هم که خب خیلی ساده است، یه وکتور تعریف میکنید که همون گریدتون باشه، همون جدولتون باشه، میاید این به اصطلاح درایه ها رو میخونید ازش، این WB ها رو، Q رو میخونید که تعداد کوئریاتون باشه، یه ایف میزنید روی این که Q چیه، یا حالا آپریشنی که میخونیم چی در از Q که حالا تعداد دیگه، یه آپریشنی میخونید، اگه 90 بود یه کاری بکن، اگه H بود یه کاری بکن، اگه V بود یه کاری بکن. میبینید نکته خیلی مهمی که داره این هستش که شما با برنامه نویسی تابعی میتونید خیلی این سوال رو آسون حل بکنید دیگه. یعنی میتونید یه مثالی برای خودتون داشته باشین، مثلا تابع روتیت 90 رو پیاده سازی بکنید، بعد این مثال رو بدین بهش چکش بکنید، اگه اوکی بود خب این تابعتون درسته، برین سراغ تابع بعد. سه تا فاز دارین دیگه که همه تابع هاتون رو بسازید. طبیعتاً دو تا آخر خیلی نزدیک به هم، یعنی اگه منطق افقی رو بتونید پیاده سازی بکنید، عمودی هم خب میتونید پیاده سازی بکنید و برعکس. در نهایت هم که خب همه این کارا رو که میکنیم دوباره باید این جدولمون رو نشون بدیم دیگه، یعنی این کارا رو میکنیم خروجیمون اینه که خب الان جدول چه شکلیه، که باز دوباره اینم با یه فور، حالا توی ساختار همین وکتور و اینهامون من این کانستنت استرینگی میگیرم و اینها، اینا رو من کامنت گذاری میکنم خیالتون راحت باشه. در نهایت جدول رو چاپ میکنم. من اینجا کد رو آوردم که بیشتر ایده بگیرید. کد خب توی گیت هاب هست، من قشنگ کامنت گذاری شده شیک و تر و تمیز، اگر که بتونم با آرایه هم پیاده سازیش بکنم کد اون رو هم میذارم که شما بتونید استفاده بکنید. یه کوچولو هم خودتون سعی بکنید تلاش بکنید پیاده سازی بکنید، هم بعدش بیاید و یه کمی تمرین بکنید کد یکی دیگر رو خوندن، ببینید که چه شکلیه، چقدر میتونید خوب پیش برید. و اکیداً توصیه میکنم این کار رو بکنید، واقعا توانایی خوبیه که آدمو داشته باشن. این هم از این راهنمایی حل سوال 7. بیاین من راه حل خودم هم آپلود بکنم که شما خیالتون راحت باشه که راه حل فعلی من کار میکنه. گفتیم سوال 7. سوال 9 بودیم، من اشتباه فرستادم. سوال 9. سوال 9 آپلود کنیم و یه کوچولو وایسی، میبینین که اینم ثبت شد. اینم از این راهنمایی حل سوال 9 تون. روش هم فکر بکنید، واقعا سوال قشنگیه، به نظرم ارزش داره که روش وقت بذارید. همین دیگه، خستتون نکنم، میبینمتون فعلا.